هلو، چطورین بچه ها؟ خوش اومدین به نیمچه ولاگ من در شهر چابهار. اینجا تازه از هم در اومده بودم، ماسک برنج زده بودم، دستساز بود. بعد اومدم رفتم سراغ گره بازکن روغن نارگیلم. به موهام ماساژ میدم چون من موهای خشکی دارم، ریدم تو موهام. خیلی ببخشید. بعد اون روغن آرگان زدم. بچه این روغن آرگان خیلی روغن خوبیه واقعا. من بچه موهام در اومده، واقعا راضیم از این که بچه موهام در اومده، ولی نمیدونم چرا به شدت موهام کم پشت و کم حجمه. اگه کسی راهکاری داره یا دیر موهام رشد میکنه براش بهم بگه، واقعا خسته شدم. روغن آرگانو به کل موهام ماساژ میدم، قسمت هایی که نداره، مخصوصا لیفت شقیقه. من خیلی شقیقه ندارم موهام. بعد رفتم ریزش مو رو میبینید، مشاهده میکنید که چقدر ریزش مو دارم. و تادا میریم سراغ شونه کردن موهام. بچه واقعا این شونه خوبه، نگم ازش، از خوب بودنش اصلا سر و اذیت نمیکنه. موها گره داره اصلا به سختی باز نمیکنه، راحت موها رو باز میکنه. واقعا عالیه، شونه عالیه، واقعا توصیه میکنم حتما استفاده کنید. و باز هم دوباره یک درون پاشی اساسی ریزش موی من. اینجا خب رفتم سراغ بادی اسپلش. بچه بادی اسپلش رو من به همه جای بدنم میزنم، به همه جای بدن، چه رو لباس چه بیرون لباس چه داخل لباس، به موهام، همه جای. این بادی اسپلش دومم. بچه بادی اسپلش هایی که زدم واقعا بوی محشری داره. موندگاری آنچنانی نداره چون در حد توانم نیست، ولی خب بوی خوبی داره. بعد مام زیر بخل. و اینجا رفتیم سراغ سرم صورت. بچه این سرم صورت چای سبز، راستیتش خودم استفاده کرده بودم ولی خب مدام پشت سر هم نبود که بخوام تاثیرش رو ببینم. اما مثلا دختر خالم چند باری استفاده کرد، میگفت خیلی واقعا خوبه. بنابراین خودم هم تصمیم گرفتم استفاده کنم، ولی واقعا پوستمو نرم میکنه، تاثیرش رو میبینم. من موقعی که سرم صورت استفاده میکنم باهاش پوستم ماساژ میدم. مثلا از وقتی که قرص میخورم، قرص چاقی خورده قبقب زدم، اینجوری مشاهده میکنید، اینجوری ماساژ میدم که بره تو قبقبمون بره تو. و بعدش چون که من اصلا از بوتاکس استفاده نمی کنم، پیشونیمم خیلی ماساژ میدم که حالت چشمام یه خورده کشیده تر بشه. دوست دارم، امیدوارم یه روزی برسه که برم لیفت شقیقه انجام بدم. یکی از فانتزیامه قبل از دندون. بچه من دندونامم افتضاحه، خواستم بهتون بگم. اگر دیدین هیت ندین، چون ببخشید دیگه واقعا نمیتونم. و بعدش میریم سراغ کرم نرم کننده. من خیلی پوست خشکی دارم، نه پوستم متعادله ولی خب استفاده میکنم دیگه. دور لبام خیلی واقعا خشکه میزنه، به خاطر همین من خیلی حجم بالایی هم از سرم هم از کرم نرم کننده استفاده میکنم. بچه بعدش ما قرار شد بریم بیرون. اینجا اومدم که براتون آرایش کنم، ضد آفتاب میزنم. این ضد آفتابی که میزنم خیلی ضد آفتاب خوبیه، نمیدونم مارکشو دیدین یا نه. یه نیمچه رنگی به پوست میده. برای رنگیش واقعا نمیدونم SPFش چند بود، الان حضور ذهن ندارم، همینجوری دارم بهتون میگم. بعدش که با دستم بلوش کردم گفتم یه ذره با بیوتی بلندر بزنم این یک دست بشه، یه جا نماسیده باشه. دوب 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 میبینید که میزنم. و بعدش رفتم سراغ سایه. بچه من اصلا آرایشگریم خوب نیست ولی خب دارم بهتون نشون میدم همینجوری ولاگ دیگه. اومدیم دور هم بشینیم و تماشا کنیم. سایه‌مو میبینید بچه، من انتهای چشممو سایه فقط میزنم، داخل چشممو اصلا نمیزنم. و این سمتم. و رفتیم سراغ خط چشم. تادا! و من اصلا بلد نیستم خط چشم بزنم اصلا، یعنی واقعا در این زمینه بی استعدادترینم. و با چه فیگوری دارم براتون میزنم. بچه مشاهده میکنید پیشونیم چقدر چروک برمی داره. اینجا اومدم بهتون اول خط چشم بعدم رو نشون بدم و بعدم معجزه ریمل اسنس. بچه ریمل اسنس محشره، ببینید چجوری واقعا هم بلند کرد هم حجم داد، عالی.
و بعدش رفتیم سراغ چی؟ رژگونه. بچه من خوره رژگونه دارم. اگه فکر میکنین همین یه دونه رو زدم روی صورتم و بلندش کردم، سخت در اشتباهی، بلکه 2 یا 3 بار من روی پوستم رژگونه زدم. آقا رحم کنید، من بعد ریمل واقعا توی رژگونه خورنده ترینم، انقدر که خورشو دارم. باید حتما قرمز بشم. انگاری یکی سیلی زده بهم، پوستم سرخ و همه جا میمالی، میبینید روی پیشونی، زیر چونه، همه جا. و بعدش میریم سراغ کانسیلر. بچه این کانسیلرم مارک نیست ولی خیلی کانسیلر خوبیه. از اونجایی که من شب دیر میخوابم و زیر چشمام زیادی هم سیاه بود، خیلی واقعا پوششش خوبه، کاور خوبی داره. من راضیم، شما هم راضی باشید ایشالله. و بعدش بلندش کردیم، میبینید یه قسمت رو زدم چقدر قشنگ پوشش داده، کاور کرده، زیاد مشخص نیست چشم. بچه قیافمو نگاه نکنید، خیلی زشت میشم موقع آرش کردم. خیلی دیگه زیادی باهاتون خودیم. میبینید بعدش اینجا پودر فیکس زدم. پودر فیکس هم میذارم یه ذره بمونه، من نمیدونم چه مرضیه، درسته کارم یا نه. با براش رژگونم یه ذره پنکیک میزنم. پنکیک هم مارک خوبیه ولی پوستم باید خشک باشه حتما بزنم، بخاطر همین دارم با براش رژگونه میزنم. اگه با پد خود پنکیک بخوام بزنم پوستم نرم که نه، پوستم خیس باشه انگاری پوستم میماسه، بخاطر همین با براش رژگونه زدم براتون. میمالیم فقط. بعدش میریم اینجا پودر فیکسمون رو پاک میکنیم. درسته کارم یا نه شما بهم بگید، من که اصلا استعدادی تو زمینه آرایشگری ندارم، ولی خب اینجا لباسمون رو تنگ کردیم. بچه من تو این بعد این قسمت رفتم رژ زدم، خط لب زدم و براش ابرو. اینجا محمد عمر رو بهتون نشون دادم. محمد عمر بسیار شیطون. اومدم براتون موهامو فر کردم. استعدادی ندارم تو هیچ زمینه بچه ها. میخواستیم بریم پلاژ، بچه بهتون گفتم نمیدونم، من در حال حاضر چابهارم در روستای تیز. خواستیم آخر هفته بریم پلاژ، گفتم باتون حاضر شم و محمدم عمره در همیشه در صحنه لکنت گرفتم. بچه لباس زیبای بلوچی نگم براتون، واقعا خوب، با لباس با چادر کره شده خوشگل. بچه لکنت گرفتم چرا، و زدیم بیرون. اینجا دم درمونه داخل کوچه، اینجایی که زوم کردم بچه این کوه رو میبینید بالاش ساختمونه، چابهاریا بهشون میگن ویلاها. یکی از مناطق پولدار نشین های بچه بلوچه. و غروب آفتاب چه زیبا. محمد عمر شیطون رو میبینید که با سرعت به سمت جلو حرکت میکنه و فاصله زیادی از ما گرفت این بازیکن. این خانوما رو دیدم با این لباس خوش رنگ بلوچی، بچه ها چقدر لباسشون زیباست، من واقعا دوستشون دارم. و خودم رو ببینید، خوشگل خانوم کجا. بچه شهر تیز یه روز خونه از وسطش رد میشه که متاسفانه هیچ وقت توش آب نیست و همیشه خاکیه. اینجا خواستم، میدونستم محمد عمر با این بوزا شیطونی میکنه، خواستم نشونتون بدم از شیطنتش ولی دیر گرفتم. و دوباره خاک. بچه اینجا به شدت شهر خاکیه، یعنی آسفالت خیلی زیاد نیست، کوه کلن. و غروب زیبای شهر تیز. خیلی سعی کردم براتون که قبل غروب آفتاب به دریا برسم که با هم ببینیم غروب آفتاب، ولی متاسفانه نشد که بشه. از این سمت رودخونه الان داریم میریم سمت رودخونه. اینجا گفتم این ذره گیاه ها رو نشونتون بدم، بگم روستهای ما هم فضای سبز داره. امیدوارم دلتون همرنگ این رنگ با آرامش، پر از آرامش و نشاط باشه. بچه رنگ سبز واقعا یکی از بچه این خونه رو نشونتون دادم، میگن این خونه جن داره، من میترسم از جن. بچه کمک.
در غروب زیبا. وای بچه ها، بخش مورد علاقه من، یکی از خوشگل ترین زیباترین مسجدهای دنیا. بچه مسجدهای بلوچ خیلی زیباست. کی رفته واقعا دیده میشه بهم بگم؟ بچه مسجد مکی زاهدان رو واقعا دوست دارم برم ببینم. و بالاخره آسفالت، صلوات محمدی پسند. ما وارد آسفالت شدیم، خدایا شکرت. بچه خیلی مسیر طولانی اومدیم ما تا اینجا، تقریبا میشه گفت کمتر از نصفش رو رفتیم. و این گلای کاغذی خوشگل رو دیدم، گفتم نشونه چشمای زیباتون کنم، تقدیم نگاه زیباتون. و خودم یه ذره خودم رو ببینید، خوشگل خانم رو ببینید. اینجا محمد من غیرتی شد، گفت خاله نکن. اینجا گاوا رو دیدم بچه، یاد این صحنه افتادم، سلامتی گاو که میگه ما نمیگه من. بچه شما از پس کوچه اومدیم، خواستم بهتون بگم که این خیابونا قدم به قدم از این کبابیه خیابونی داره، خیلی کبابیش تند. و دریا، ساحل، رسیدیم بالاخره. بچه این کافه واقعا خوشگله، تاکید میکنم هر کسی هر مراسمی داره واقعا بره اینجا. اگه دوست داره مثلا یه حالت جشن ساحلی داشته باشه برای عکاسی و فرمالیته، واقعا کافه خوشگلی. الان از اون نمو هم بهتون نشون میدم. من خیلی طولانی بود دیگه، کامل ازت براتون نگرفتم. و این کوه اول تیز، روستای تیز، این سمتش و غروب دریا اسکله. بچه ها خیلی زیباست واقعا، کاش بودید با هم میرفتیم قدم میزدیم. خدای شکرت بابت این همه زیبایی، اینقدر خوشگله که همه چی من چشم دارم که ببینم همه چی و خدای شکرت. و بالاخره رسیدیم پلاژ. آخیش خیلی راه اومدیم، شاید باورتون نشه ولی خیلی راه اومدیم، تقریبا فکر کنم یه نیم ساعت 40 دقیقه تو راه بودیم. بچه از اونجایی که هوا رو به خنکیه، مسافرای عزیز اومدن چادر زدن، قدم به قدم چادره. و پارکو میبینید، شهربازی بچه ها و شلوغی و این نورگردان زیبای قلبی تقدیم نگاه زیباتون. ورودی پلاژ تیز هستیم. بچه های شیطون رو میبینید، دخترای زیبا با لباسای بلوچی. این دو دختر خانم داشتن سمت چپ داشتن گریه میکنن، گفتم ازشون فیلم بگیرم ببینم چه گریه میکنم. و مسافرای عزیز رو میبینید که داخل آلاچیق بیرون آلاچیق چادر زدن، در حال استراحت و فیض بردن از هوای زیبای تیز شلوغی رو میبینید. بچه اینجا کافس میرن، قلیون میکشن، چایی میخورن، نوشه جام میکنن. و اینجا نشستیم، خوراکیامو داشتم نشونتون میدادم. لقمه گرفته بودیم، نون پنیر سبزی، نوش جونمون نوش نگاهتون. بچه اینجا دریا، خواستم که اینجا زوم کردم ویو رو نشونتون بدم که بگم از چه فاصله ای ما اومدیم تا چه فاصله ای. بچه خیلی مسیر طولانی بود واقعا. خدا قوت پهلوان خدا قوت. و اینجا اومدیم یه ذره تو روشنایی نشستیم، یه ذره شلوغی ها نشونتون بدم، ویوی زیبا، درخت نخل، زیر نخلا. بعدش پسر جوان بلوچی و خودم. گفتم این وسط چهره زیبای من یادتون نره. اینجا هم که اومدیم رفتیم با بچه ها دور زدیم، ولی سوار نشدیم. بچه ها شلوغی ها میبینید، بچه ها رو میبینید که دارن قایق سواری میکنن و مسیر برگشت. امیدوارم خوشتون اومده باشه، دوستتون دارم.